اجازه فرمایید من هم دست نیایش به درگاه حضرت باری تعالی درآرم و در این شب عزیز بگم خداوندا به عزیزانی، به بزرگوارانی، به محققان و فاضلانی که این چنین زحمت میکشن، این چنین وقت میگذارن، این چنین زندگیشون را فدا میکنن تا از متون کتاب مقدس الهی قرآن آنچه را که شایسته و بایسته کلام وحی است در بیارند و به ما بیاموزند و امید این رو داشته باشیم که عمل به اون رو ما انجام بدیم. خداوند بهشون سلامتی، توفیق و طول عمری بده که استفاده های بیشتری از حضورشون ببرن. و با این باز میکنیم قسمت های سوال ها رو. اگر سوالی هست بفرمایید، یکی دست بکنم بعد آیا رابطه بین عقل و عدالت از این خود بیشتر توضیح، چون بعض وقتا عقل ممکنه تماما به عدالت مثلا پی نبره، بخش‌های مختلف داشته باشه. این میشه خود راجع به این توضیح بده. بله بفرمایید. بحث بسیار مهمی است. منم به تفصیل جاهای مختلف بهش پرداختم. ما ادعامون این نیست که همه چیز رو با عقلمان میفهمیم، اما ادعامون من استدعا میکنم از عزیزانی که شاید به دلیل ضیق وقت دارن تشریف میبرن با نهایت آرامش، چون وضعیت بلندگوی ما خوب نیست و جلسه هنوز رسمی هست، عنایت بفرمایید که یه مقدار خداحافظی ها رو بگذارید برای بیرون، از اینجا به طور ساکت قدم بیرون بگذارید تا انشالله روزهای بعد. بفرمایید استدعا میکنم بیرون خداحافظی کنید. استاد ما ادعامون این نیست که همه چیز رو میفهمیم، اما در مقابل کسانی که میگویند هیچ چیز هم نمیفهمید به عبارت ساده تر میگیم ما بعضی چیزها را میفهمیم اما نمیگوییم همه چیز را میفهمیم. اگر بگوییم همه چیز را میفهمیم دیگه نیازی به وحی نیست. ما آخرت را نمیفهمیم، جزئیات آخرت، ما غیب را نمیفهمیم. برای غیب و آخرت نیاز به وحی و نبوت داریم. اما در دنیا ما در حوزه مناسک و عبادات نیاز به وحی داریم. عقل ما نمیداند چرا باید 1 ماه روزه گرفت، اصلا چرا باید روزه گرفت، چرا باید 30 روز روزه گرفت، چرا باید در ماه رمضان روزه گرفت، چرا باید از سحر تا غروب یا مغرب روزه گرفت. اینها چیزی نیست عقل ما بفهمه. اما در حوزه عبادات، اما در حوزه معاملات بخش دیگر فقه ماست، ما اجمالاً خیلی چیزا رو میفهمیم. لذا میگن اونها عقلایی است مگر شارع نهی کرده باشد. هر جا نهی کرد ما میفهمیم اونجا عقل انسانی به خطا رفت. هر جا نهی نکرد ما به سری عقلایی پیش میریم. در حوزه اعتقادات تماماً عقلی است اگر عقل انسان کامل باشد. حوزه اخلاق حوزه عقلی است. اگر 3 بخش بکنیم، اعتقادات کلیاتش عقلی است مگر بخشی که مربوط به آخرت است و یا بخشی که مربوط به غیب است، حوزه وحی. اخلاق عقلی است، عبادات نقلی است کاملا، معاملات امهاتش عقلی است مگر نهی عقلی است. و اصلا دقیق‌تر بگم رو علمای بزرگ ما فرمودن، مثلا آدرس هم میدم، کتاب فارسی معتبرم هست به نام گوهر مراد، نوشته فیاض لاهیجی، داماد ملا صدراست، مخالف پدر خانمش هم بوده است. این کتاب به زبان فارسی بسیار کتاب معتبر کلامی است. اونجا میگه که اگر عقل و نقل با هم مخالف شد به نظر شما چه باید کرد؟ عرب قاعده میگیم نقل مقدمه دیگه، خشک مقدسی ما اقتضا میکنن نقل مقدم. میگه قاطبه علمای امامی میگن عقل مقدم است، عقل قطعی است و به واسطه عقل قطعی نقل تعویل می شود. مثلا شما وقتی میگید که مثلا چی؟ میگید که ید الله فوق ایدیهم. خب اگر کسی گفت دست خدا، میگیم خدا جسم نیست، بدن ندارد، پس دستم ندارد. ما عملا آمدیم ید را تعبیر کردیم به قدرت الله، یعنی میگیم خدا دست ندارد. این از سوال و بدعت اهل سنت، زاهدیون اهل سنت گفته
پای منبر یک کسی گفت آقا اجازه جا الملک یعنی چی؟ جا ربک یعنی چی؟ آین آمد. خب آمدن پا میخواد. برای همین بعضی از مجسمه مشبهه از اهل سنت اینا برای خدا دست و پا از همین ظواهر آیات استفاده کردن. عقل میگوید خدایی که لیس کمثله شیء، این قاعده لیس کمثله شیء، پس جاء ربک معنایش آمدن با پا نیست، یعنی جاء امر ربک، یعنی پیام خدایت آمد، نه خود خدا اونم اومد با پایش آمد. بنابراین به زبان دقیق تر میگیم که در حوزه عدالت هم که شما پرسیدید، عدالت در حوزه اعتقادات کاملا عقلانی است، در حوزه عبادات نقلی است، در حوزه معاملات باز عقلی است. بر همین اساسی که من نوشتم با صراحت که اگر ما قاعده عدالت رو از بزرگان دینمان گرفتیم، وقتی به بردهداری میرسیم میگیم بردهداری امروز منسوخ است، چون با عدالت خدا ناساز کنه. اگر زمانی هم چنین بوده میگیم عقل انسانی در اون زمان هنوز به این مرحله نرسیده بوده. لذا اولیای دین ما مرحله به مرحله آمدن. ما هیچ نص دینی نداریم که بردهداری رو وضع کرده باشد، همه به سوی آزاد کردن بردهداری. در کتب فقهی ما کتاب رق نداریم اما کتاب عتق داریم، یعنی کتاب آزاد کردن داریم اما کتاب برده کردن نداریم. برده می شدن، اسلام آمده هر گناهی کرده کفارهشون بنده آزاد کردن و کار داره به سمتی پیش میبره که وضع فراهم بشود و آزادی حاصل بشه. در مورد حقوق زنان هم بنده همین رو گفتم عدالت اقتضا میکند ما به عدالت مساواتی قائل باشیم، در حالی که علمای گذشته ما به عدالت استحقاقی قائل بودن. حالا اینو به تفصیل بیشتری خواهم گفت. من فراوان در این زمینه نوشتم، مراجعه کنید اگه بود بازم پرسید. و در 9 سالگی مگه اینکه شما چیزای ماورایی برای ائمه قائل باشین، خب نمیتونید بگید یک نفر در 9 سالگی به این علم و اینا رسیده. شما نظرتون اینجا چیه؟ این سوال فراوان بنده شده، من مکتوب جوابش دادم. همین هفته پیش یه جواب دادم رو سایت هم هست، رو برای شما میگم، مکتوبش هم برید ببینید، عیناً همین سوال. ببینید ما رو متهم میکنن، میگن شما به امامت وراثتی قائلید. میگم یه اتفاق افتاده ولی وراثت جز ذات تشیع نیست. برای همین هم هست نگاه بکنید، امام حسن پسر امام حسین پسر امام حسن نیست. بعد وقتی میرسیم در اولاد امام صادق ببینید که فرزند اول نیست، فرزند دوم میشه. بعد در ائمه بعدی هم برخی از فرزندان همین مسائل رو داشتن، یعنی لزوما هر فرزندی به اعتبار اینکه فرزند پدر است افضل نیست. درست شد؟ یک جمع. نکته دوم این که در مورد ائمه ما یه بحث تاریخی داریم، اون در مورد ائمه متأخر است. این دوره است بسیار تحت خفقان، یعنی 4 امام آخر است بعد از امام رضا علیه السلام. اصلا به لحاظ تاریخی بسیار گنگ و مبهم است. تا اون حد مسئله پیش رفته که امام حسن ابن علی امام 11 میشه امام عسکری تو سربازخونه است. خب حالا بفرمایید تو سربازخونه ما چقدر میتونیم از ایشون گزارش مستند تاریخی ارائه بکنیم؟ دقیقاً و احادیثی هم که از 3-4 امام آخر داریم الان مستند هر کدوم از ائمه منتشر شده، بسیار اندکه، خیلی کم. لذا میتونم بگم که ما در اون دوره اطلاعات کافی تاریخی نداریم. مسائل اعتقادی هم مسائل تقلیدی و تعبدی نیست، مسائل تحقیقی است. شما اول هر رساله عملی هم می‌نویسن مسلمان باید به مسائل اعتقادی خودش ایمان داشته باشه، یقین داشته باشه، حالا با عبارات مختلف. شما حق ندارید بگید چون مثلا بنده به امامت اینجوری قائلم تقلید میکنی از بنده، شما به قائلید، با خودت بری تحقیق بکنید. لذا بنده رو آقایی که از من یا خانمی که از من سوال کرده بود گفتم اگر شما در این مسائل تحقیق کردید به این نتیجه رسیدید خب عمل بکنید، ولی اگر هم نرسیدید باز کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره.
به عبارت دیگر اینکه هر کدام از ائمه لزوما با وراثت صورت گرفته یا در خردسالی بوده، اول مسئله نبوغ قابل انکار نیست. یعنی افرادی بودن در سنین کودکی یا در سنین خردسالی یا نوجوانی به مقاماتی رسیدن، کمند اما وجود دارن، قابل انکار نیست. دقت فرمودید. یک نکته. دوم، این مسئله تاریخی است. مسئله تاریخی در گروه اسناد تاریخی است. اون نظریه که من ذکر کردم به جای خودش باقی مونده. ما به شکل تجربی تشیع خود را از ائمه‌ای میگیریم که میراث بیشتر علمی برای ما باقی گذاشتن. میراث علمی از کدام ائمه برای ما رسیده است؟ چرا با ما میگن شیعه جعفری؟ راحت بگیم چون امام جعفر صادق علمش مثلا از امام علی بیشتر بوده؟ نه، به خاطر اینکه در زمان ایشون دعوا بین بنی امیه و بنی عباس بوده. امام صادق فرصت بیشتری پیدا کرده از معارف خودش بیشتر منتشر بکنه. دوره 4-5 امام آخر همچون چیزی نبوده، لذا معارف از جانب اونا بیشتر آمده. در مورد بقیه هم میگیم که آقا شما بحث دارید بسیار خوب، حالا بگید که یالا همین الان مشخص بکن امامت خردسال قبول داری یا نداری. میگیم که اینها فضل فی بقعة الامکان، یعنی این رو نه نفیش میکنیم نه اثباتش میکنیم، تابع دلیلشه. اگه کسی به دلیل رسید پیش ببریم، کسی هم نرسید به اعتقاداتش خلالی وارد نمیشود. آن چیزی که ما موظفیم عمل بکنیم معارف حقی است که از این اهل بیت به دست ماست، هر کدومش به دست ماست، به همون عمل میکنیم. اونم که به دستمون نیست نه نفیشون میکنیم نه انکارشون میکنیم. فکر میکنم به احتیاط علمی هم نزدیک‌تر باشه. امیدوارم دکترم رسیده باشه. سرکار خانوزاتی خیلی متشکرم جناب دکتر. سوالی داشتم راجع به این بحث عقلی که الان فرمودید. می‌خواستم ببینم از دیدگاه شما با توجه به جایگاه عقل در مسائل تشیع و تئوری امام زمان از نظر عقلانی، از نظر تاریخی و نه از نظر عقلانی برای شخص شما چجوری جا افتاده؟ و مسئله غیبت سوال منم بود. مسئله محکمیت یکی از اصول مسلم اسلامی است به این معنا که العاقبة للمتقین و العاقبة لأهل التقوی و الیقین ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این قرآن ماست و شبیه این نماده. در احادیث معتبر پیامبر هم این که دنیا به پایان نمیرسد مگر این که فردی به نام من، یعنی با اسم من، نام محمد صلوات الله علیه، نام امام زمان محمد است، ایشون ظهور خواهد کرد و دنیا را از عدالت پر خواهد کرد آنچنان که از جور پر شده باشه. این رو شیعه و سنی روایت کردن. خب بعد از این مطلب این می شود تفاوت شیعه و سنی در این است که شیعه میگوید متولد شده است به دلیل جور جائرین پنهان شده است، سنی میگوید متولد نشده است. بحث ما اون وقتم تفاوت عملی این دوتا صرفا میرسد یک سری فیوزات معنوی، الا در امور عادی و ظاهری که شیعه هم امروز نمیتونه از برکات امامش استفاده بکنن. نهایتش میشود چی؟ بگیم امام زمان از پس ابر غیبت جهان رو اداره معنوی میفرماید. درست شد؟ این برای منکرینش و معتقدینش میشه نه قابل اثبات نه قابل انکار در این مطلب. اگر کسی عقلا که میفرماید نه قابل اثبات نه قابل انکار. اما اون چیزی که باقی میمونه این که اگر ما احادیث پیامبر رو باور داشته باشیم، یک باور اخروی در پیش ماست، اخروی انتهای دنیا قبل از آخرت در پیش ماست که دنیا عاقبت نیکویی خواهد داشت. این عاقبت نیکو هم با نام مهدویت ما ازش یاد می‌کنیم. اما اینکه حالا کدام یک از این دو تئوری صحیح است، آیا رویکرد اهل سنت صحیح است، رای رویکرد شیعه، برمیگردد به یک مسئله تاریخی. یعنی ما به لحاظ تاریخی باید اثبات بکنیم این تولد اتفاق افتاده است و این غیبت حاصل شده است. عرض کردم با توجه به اون خفقانی که اون مقطع بوده است، اثبات روایی و تاریخش کار دشواری است. از آن سو با توجه به این نحو باور علما، انکار اون هم کار بسیار بسیار دشوار است.
لذا بنده هم به اونها که خیلی بی‌محابا یا ذکر میکنن میگن به اصول کافی خودتان مراجعه کنید. به اکمال الدین که مهمترین کتاب شیخ صدوقت در این زمینه مراجعه کنید، روایاتش رو ببینید. کتاب منتخب الاثر که زیر نظر مرحوم آیت الله بروجردی تنظیم شده، مراجعه کنید. روایاتی است از اهل سنت، خیلی مهم است، از اهل سنت درباره امام زمان آمده است. اگر کسی با مطالعه این موارد به این نتیجه رسید این سخن درست است باید بپذیرید. اگر با مطالعه این موارد نتوانست به نتیجه‌ای برسد نخواهد. دقت فرمودید؟ این برمیگردد به علم هر کدام از شما و مراجعه که به تاریخ و این روایات دارید. اما اصل مطلب این که فایده عملیش چیست؟ حالا چه ایشان متولد شده باشند و در قبل از آخر از زمان ظهور بفرمایند، که در همون حوالی متولد شوند و ظهور کنند، نتیجه عملیش مشابه هم خواهد بود. ببخشید میشه من ادامه بدم یه لحظه؟ این بحثی شما می‌فرمایید بین دیدگاه تسلم و تشیع. سوال من بیشتر اینه که اصلا کلاً روی مهدویت با جایگاه عقل و عدالت خداوند، شما این سوال اینجوری مطرح کنم که آیا این عدالتیه که یک تعدادی از انسان‌ها فرض بفرمایید که روی مهدویت درست باشه طبق عقیده ما شیعیان درست، خب این یه تعدادی از آدم‌ها هست در شرایط بسیار بدی زندگیشون گذشته تمام شده، حالا یه تعدادی بر سرسرات خلقت میشن و یک زمانی زندگی میکنن که مهدویت اونا رو در خلاص جامعه اون فاضله مدینه رو ازش لذت میبرن. من کلا این توری رو با دیدگاه عقلی و عدالت خداوند میخوام ببینم برای شما چجوری جواب نه اینکه حالا اختلافاتی که بین اشخاص هست میشن اونا مشخصه. بله متوجه شدم. حالا من سوال رو دیگه رو شما در زمان پیامبر کسان صحابه در زمان پیامبر و خیلی فضیلت داشتن نیست، ما اون زمان نبودیم. خب آیا عدالته که ما فضیلت رو نداشته باشیم اونا داشته باشن؟ ببینید هر کدوم ما در یک زمانی متولد شدیم، این نعمت‌های خدا بهمون داده متناسب با اون نعمت‌ها از ما انتظار. کسی که در زمان پیامبر بوده یه تکلیف داره، کسی که در زمان پیامبر نبوده تکلیف دیگری داره. کسانی مثل کمیل، مثل مقداد در زمان امیرالمومنین بودن. ما شرف حضور نداشتیم اون زمان. ما تکلیفمون با اونها متفاوته. کسانی در آخر از زمان خواهند بود، حالا به هر دو روایت بالاخره اون عدالت رو خواهند چشید. ما دلمون میسوزه، حسودیمون میشه، میگیم که چطور شما ببرید اون فیض عدالت رو، ما نبریم. بگیم که هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر خدا چشم داد خب یک تکلیفی از من میطلبه و کسی که بهش چشم نداده تکلیف نمیطلبه. این بازی المپیک رو میدیدم، این آقایی که پا نداشت و تو مسابقه 2 شرکت کرده بود واقعا برای من خیلی شگفتی بود. گفتم خدایا این پا ندادی حالا اومده داره میدوه. اصلا شما باور میکردید که یادم من کوچیک که بودم پدر من یه جمله از این بزرگ به من یاد داده بود، کسی که فلج است و قهرمان دو نمیشود خودش مسئول است. من بچه بودم رو نمیفهمیدم، وقتی رو دیدم یاد اون جمله که پدرم به من آموزش داده بود افتادم. گفتم بابا فلج بوده، پاشو قطع کردن، حالا باید تو مسابقه 2 المپیک داره شرکت میکنه. خب ما که سالم هستیم تکلیف بیشتری داریم قاعدتا که اینا ندارن. حالا هم جواب ساده من اینه نه، این با عدالت خدا سازگار نیست. هر کسی در هر زمانی که متولد شد متناسب با نعمت‌هایی که بهش داده ازش انتظار داره. کسی که اون دوره متولد نشده مسئولیتش کمتره، کسی که متولد شده مسئولیتش بیشتره. بالاخره جواب گرفتی شما؟ نه منم نگرفتم. حالا ان شاء الله حالا ان شاء الله که نمیخوام دو طرفه بشه من دیگه اینجا کوتاه میام. حالا ان شاء الله وای میستیم بعد از جلسات آیدو بازم شما حق دارید بپرسید. نه آخه نمیخوام دو طرفه بقیه‌ام بعد از چند تا سوال دیگه شما دوباره بپرسید. امیدوارم که اون موقع آیدو نظر صحیحشون رو بگن. شما در مورد صحبتتون در مورد علم تحقیق قرآن صحبت کردید که محکم روش برخورد کردید. من می‌خواستم از دریچه تشیع که واقعا توجیه هستش که قرآن تحریف شده نیست مثل بقیه کتب الهی. خب باید تشریف بیارید چند کورس درس بگیرید چون همین حرفا رو ما داریم تدریس می‌کنیم.
ببینید الان مستشرقین چون ببخشید من قبول دارم این خیلی از بحثا یه بک‌گراند خاصی میخواد در پله شروع تو جواب بدید. من یه خلاصه عرض می‌کنم. سوالی که خیلی ببینید مستشرقین تحقیقات تجربی رو شروع کردن این که اثبات بکنن که قرآن اولیه با قرآن فعلی مسلمان‌ها تفاوت داره. هر روز هم یه نسخه در یمن یافت می‌شود، یه نسخه در صنعا یافت می‌شود، یه نسخه در خلاصه یه جایی بالاخره یافت می‌شود. بعد چند صفحه هم هست میارن نگاه می‌کنن این صفحه با این قرآن تفاوت داره. فارغ از این که معلوم نیست بابا تفسیر رو نوشته یا این قبل از مثلا پاکنویسش بوده، اصلا کی نوشته، چجوری اثبات میشه؟ اثبات می‌کنیم با سال 70 هجری. میگه قرآن سال 70 هجری نسخه صنعا، من با تحقیقات که شده دارم بهش نیست. بعد وقتی ما میریم بررسی می‌کنیم می‌بینیم واقعا اینها قابل اثبات نیست. مهمترین کسی که روی زمین‌ها کار کرده یا آقای به نام منصور، یک محقق آلمانی است و ایشون به عنوان قائل است که قرآن در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم نوشته شده. کتابش هم منتشر کرده، کلی هم سر صدا کرده. بعد آقای نیل رابینسون آمده، ایشون از محققان آمریکایی است و اثبات کرده نه آقای منصور این دلایل متعدد اشکال داره، گیر داره و یقینا قرآن در قرن اول نوشته شده. با تحقیقات ایشون حاصلش این شده که الان بس برگشته به حدود سال 70. قبلا 190 و 210 و اینها بود، حالا شده سال 70. همینطور میاد جلو. بس ادامه دارد، یعنی اونها دارن کار میکنن، از این طرف هم ایده دیگری جوابشون. اگر کسی قائل است اینکه تحریف شده باید نشون بده. مهمترین ادله تعریف همین روایاتی است که در بین اهل سنت وجود داره که میگن کتاب به اصطلاح آیاتی بوده، نشون هم میدن تو روایات هست، مثلا آیاتی که برخی محدثین شیعه میگن در فضیلت اهل بیت بوده، اونا هم یه آیات دیگری ذکر میکنن و مستند این مسائل شد. ما معتقد هستیم، شیعه معتقد است قرآن با خبر واحد اثبات نمی‌شود. یعنی هر چیزی که میخواد داخل قرآن بشه باید متواتر باشد، یعنی یقین باشد، تردیدی نباشد که رو پیامبر از جبرائیل گرفته به مسلمان‌ها خونده و وارد شده. همه این روایات نهادش یک یا دو تا شاهد عادل بیشتر نیست. حالا با خبر واحد چطور میشه اثبات کرد که چیزی آمده یا رفت؟ موارد دیگه هم بحث تحریف قرآن همین ترم که از درس‌های بنده است در دوره قرآنی و دوره دکتری و مهمترین تحقیقاتی که مستشرقین کردن محور بحث فرضی و اینا رو نقد می‌کنیم. یعنی بنده با گردن افراشته عرض می‌کنم قرآن تحریف نشده. هر که کارت حماسه کرده و بسم الله بیاد اثبات بکند، ادله‌اش رو بیارد، مقالاتی که نوشته بیاره، ما نقدش رو انجام میدیم. در این زمینه بحث کم نداریم تو بحث. ببخشید یعنی شما مسیر اثباتتون اینه که میگید قرآن خودتون میارید؟ نه خیر، ادله‌ای که بر تحریف آوردن رو نه. هر دلیلی که تا کنون آورده شده، چون اونا که میگه آقا این آیه بوده الان نیست. یکی اینا رو مورد بحث قرار میدیم. بحث میکروسکوپی مورد به مورد مطرح میکنه، نقد میکنیم اینجا. اون بحث کلامی، این که بگیم برهان خلف میاریم و دلیل عقلی میاریم و اینها میشه بحث کلامی. اینا چون دلیل تجربی آوردن، ما دلیل تجربیشون رو نقص کنیم و نقص کردیم. بفرمایید. شما امروز داشتین درباره هویت شیعه صحبت می‌کردین. من یه سوالی دارم درباره هویت مسلمان که خب پایه هویت شیعه هسته. اینکه شما عقیدتون هستش که پیامبران و حالا بعد از پیامبران ائمه آدم‌های معصومی هستن یا نه؟ و من حداقل وقتی که قرآن میخونم هیچ چیزی به معصومیت اینا نمیبینم. یعنی مثلا آیات قرآن هستش که خیلی صریح میگه که مثلا حضرت موسی تو ظلم کردی به مردم. آیایی هستش درباره پیامبر که مثلا چرا روی برگردوندی از این اشخاص و تعبیر خیلی ساده و بدون پیچ دادن اینا این هستش که این انسانایی بودن، انسانای خوبی بودن، اما خدا وقتی که اشتباه میکنن تذکر میده بهشون یا میگه که این کارتون اشتباه بود. میخوام ببینم که شما این معصومیت پیامبران و حالا بعدش هم ائمه رو جزئی از پایه
اسلام میبینیم یا نه؟ مسلمان بودن میبینیم؟ خب سوال خوبی هست. من ناقلای علیرضا غیر مستقیم سوال جواب دادم. در مقالاتی هم که نوشتم همون قرائت فراموش شده گفتم که ما دو تا نظریه درباره امامت داریم. یک نظریه رسمی است الان قرآن نظریه امامت معصوم با علم غیب است. دیگری نظریه که در قرون اولیه بوده بهش علمای ابرار گفته می‌شده. ائمه رو انسان‌های پاکیزه، طاهر، مخلص، متقی می‌دانستند و اعلم به خودشون می‌دانستند، اعلم به شریعت و دین می‌دانستند و لزوماً روایتی است که ما در کافی داریم. یکی از خدمتکاران امام صادق علیه السلام خبطی کرده بود. امام می‌خواستن تنبیهش بکنن. بعد این فرد خودش رو پنهان می‌کرد. یکی از صحابه وارد میشه همین نکات رو که شما این هستید و آن هستید و همه چیز را می‌دانید، به غیب آگاه هستید. امام صادق می‌فرماید که من می‌خوام این خدمتکار خطاکار رو تنبیه بکنم. الان خودشو پنهان کرده، من نمیدونم کجا رفته. حالا تو من همچین نسبت‌هایی داری میدی. اینم تو کافی ما هست. بعد موارد دیگری هم هست، احادیث مقابل این هم هست. ببینید حدیثی که ذکر کردم تو نهج البلاغه ما هست که من به امور آسمان از امور زمین آگاه‌تر. در همین دنبال سرونی قبلا تفقدون نیست. خب حالا ما میمانیم دو احادیث زمان اصطلاح صحابه ائمه هم همین دو دسته بودن. دسته‌ای بودن و دعواشون هم میشه خیلی جالب. اینا سر همین مسائل دعواشون میشه. میرن پیش امام صادق، میرن پیش امام رضا، اون میگه که ما قائل هستیم شما این هستید، همین مسائل رو ذکر میکنن. دسته دوم هم اونها رو قبول داشتن، به امامت قبول داشتن، به اینکه اینها وصی رسول الله هستن قبول داشتن، به اینکه منسوب رسول الله یا امام قبلی هستن قبولشون داشتن، اما این فضائل متافیزیکی رو براشون قائل نبودن. شهید ثانی از فقهای بزرگ ما هست در قرن دهم در کتاب حقایق الایمان خودش هر دو دسته رو نقل کرد و صریحا ذکر میکنه. اینو خواهش میکنم دوستان گوش کنن، من تو مقالم نوشتم، آدرسش هم کامل دادم. ذکر میکنه که برخی صحابه ائمه منکر این امور ائمه بودند و هرگز نه منزلتشون در چشم ائمه فرو کاسته شده و نه به عنوان اعیان شیعه نفی میشدن. برخی علما هم بودن مثل ابن جنید. در همین قوم یک خانواده بزرگی است به نام خانواده اشعری. این خانواده جز قدیمی ترین شیعیان جهان هستند. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری در قرن چهارم بزرگ این خاندان در قوم بوده و کسانی رو که همچون فضائل متافیزیکی برای ائمه قائل بودن از قوم اخراج می‌کرد. تا این حد ایشون میگفته اینها کسانی هستند که قدر ائمه را از آن چیزی که خدا و رسول تعیین کردن فراتر می‌بردن و اینها رو اخراج می‌کرد. حالا شهید ثانی را نقل می‌کنه هر دو دسته وجود داشتن و وقتی هر دو دسته وجود داشتن ما میتونیم بگیم هیچ کدامش ذاتی تشیع نیست. بله الان یکیش شده این معنی. اما شما فرمودید قرآن رو خوندید. بله قرآن همین است که همین که شما فرمودید. البته آیه تکفیر هم توش وجود دارد، اما در مورد همین آیه هم بحث از این است که تطهیری که خدا انجام داده است این طهارت تکوینی است یا تشریعی؟ اینو توضیح بدم. اگر طهارت تکوینی باشد یعنی اینکه این موجودات محترم تکوینا امکان گناه ندارند. فکر نمی‌کنم هیچ کدوم ما از قائل باشیم که ائمه امکان گناه نداشتن. نه خیر، میتونستن، نکردن. دو تا مطلبه. پس میشه تطهیر تشریعی. اگه تطهیر تشریعی است یعنی اینکه خدا این گونه از آنها خواسته است که خود را طاهر نگه دارند و ما معتقدیم از اهل بیت پیامبر گروهی به این طهارت پایبند بودند. اما من نکته عرض بکنم، اصلا بحث اسمت رو به خود پیامبر بکنیم. دلیل قرآنی ما این است قرآن معصوم است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
خدا به احد اجازه نداده به این قرآنی که به پیامبرش وحی می شود کم و زیاد بشود. پیامبر خدا هم بشری است مثل ما. فرقش با ما این است که به او وحی می شود. پس اگر مثل ماست، یعنی مثل ماست با همه مبادئی که ما داریم، با همه کوچکی و بزرگی اما در نظر بگیرید اسمت دو بخش دارد. یکی به اصطلاح خطا نکردن، یکی معصیت نکردن. دو تا مطلب. اما خطا نکردن، من معتقدم اینو نوشتم، جاشم آدرسم بهتون بدم، یه بحثی دارم من توی همین سایت هم موجوده، دانشگاه فنی دانشگاه تهران، بحث پیامبری است. جلسه 13 بحث پیامبری دقیقاً درباره ابعاد این مسئله بحث کردم. اونجا نشون دادم که خطا ناپذیری پیامبر در حوزه دین است، چون خدا حفظ می‌کند. کسی که یعلمکم الکتاب و الحکمت است، خدا پیامبرش را حفظ می‌کند که دینش را به خطا معرفی نکند. اما آیا ما دلیلی داریم اگر از پیامبر پرسیدیم آقا فاصله مکه تا مدینه چند کیلومتر است؟ مثلا پیغمبر بگه 900 کیلومتر ولی 700 کیلومتر باشه. ما دلیلی داریم؟ اصلا خارج از حوزه دین، حوزه پیامبری و دین نیست که پیامبر لازم باشد توش خطا بکند یا نکند. مثلا ازش پرسیدن آقا ما سرمون درد میکنن، پیغمبر فرمودن مثلا چی برو گلو آفتابون میکنه. خب حالا الان میخوریم اثر نمیکنه. دلیل نداریم که طب و نبی برای همیشه بوده است، مثلا وظیفه پیغمبر بوده است که اینو بفرماید یا نفرماید. بنابراین در حوزه خارج از دین هیچ دلیلی بر این که پیامبر مطابق با واقع فرموده باشند در دست ما نیست. اما مسئله معصیت منحصر پیامبر ائمه نمی‌شود. کسان فراوانی هستند که شیطان بر آنها مسلط نمی‌شود. ما باور داریم که پیامبر ما، ائمه اطهار ما، اینها هم شیطان بر آنها مسلط نمی‌شده و مخلص بودند. دقت بفرمایید. واژه‌های قرآنی ما مخلصین، طاهرین، متقین و نفی ظالمین، یعنی عادل بودن است. بنده معتقدم تمام این صفات هم برای پیامبر ماست، هم برای ائمه ما. اما این اسمت به این شکلی که ما داریم به کار میبریم توی قرآن به در مورد ملائکه به کار رفته است. لا یعصون عن امر ربهم، یعنی معصیت نمی‌کنن امر پروردگارشان را. این فقط مال ملائکه است. اما در مورد انسان خطاکار اون همه کاری ممکن است بکند اما معصیت خدا نمی‌کند. اون مواردی هم که شما در مورد پیامبران دیگه اشاره کردید، سید معجزات رساله تنزیل الانبیا دارد. به هر حال اثبات توجیه کرده است یا اثبات کرده است. حالا به همین شکلی که بنده برای شما استدلال کردم، ایشون هم همچین شکل‌های استدلال کرده و نتیجهش اینه که اونها معصیت خدا نبوده است. دقت بفرمایید. مثلا اگر آدم چنان کرد اون وقت این معصیت نبوده است، چیز دیگری بود. اگر موسی چنین کرد معصیت نبوده است. الی آخر. به هر صورت اولین کسی که بحث اسمت را این گونه در بین ما مطرح کرد هشام بن حکم است، از اصحاب امام کاظم علیه السلام. بحث تاریخی دارد، این سادگی نیست. منم حرف دارم، من به زبان ساده برای اینکه مشخصا هم جواب داده باشم معتقد هستم ائمه هدی طاهرند، مخلصند، متقیند، عادلند، به همون زبانی که قرآن ذکر کرده است. این مقامات هم انحصاری به پیامبر یا ائمه ندارد. هر کسی میتواند به اخلاص، طهارت و امثال هم برسد. اما این دو سرآمد بودند در این زمینه‌ها. پیامبر هم هاکذا در سرحد اینها. فکر میکنم همه ما باید تلقیمون رو از این مفاهیم کمی متحول بکنیم. یعنی بحث لازم نیست با به معیارهای کلامی قرن هفتم بیاندیشیم. امروز هم با انسان شناسی جدید میتوان به این بحث ها فکر کنیم. خب امیدواریم که شما هم خانم وزارتی جوابتون رو چنین سریع خواهیم گرفت انشاءالله. بله. سوال دیگه؟ سوالی؟ حتما بچه ها بیرون با هم اسم خود شما
نه خیلیش نداره بعدم شما چشم بفرم به طرز خسته نباشید واقعا استفاده کردیم و لذت بردیم. اگر لطف بفرمایید یه بار دیگه اون 4 ادعیه معتبر شیعی که فرمودین رو من تکرار کنیم ممنون میشم. دعای کومیل، دعای عرفه، ابو حمزه سامانیز و مناجات شعبانی. و یه سوال دیگه هم آقای دکتر ببخشید چرا بیشترین علما و فقهای شیعه رو ایرانی‌ها تشکیل میدن؟ حالا جالبه بدونید که که میشه حالا چند تا آمار خدمتتون میگم که هم باعث تعجب هم باعث افتخار. اول اینکه مبدعان تشیع غیر از سلمان فارسی هیچ کدومش ایرانی نبود، یعنی همشون عرب بودن و یک نفر فقط از صحابه اولیه امیرالمومنین جناب سلمان فارسی ایرانی بودن که خوبی از صحابه بزرگ پیامبر هم هستن اختصاصی به شرع، اما بقیه همه عرب هستن. لذا اینکه گفته می شود تشیع ساخت و پرداخته ایرانیان است اشتباه. اما خوشبختانه ایرانیان در هر جا وارد شدن بوی سبقت رو از بقیه رو بودن و جالب اینجاست بدانید 50% تمام علمای اسلام ایرانی هستند. نیمی از ببینید از تمام جهان اسلام 15%ش عرب هستند. از همه مسلمانان 15% عرب هستند. جمعیت مسلمانان جمعیت ایران 70 میلیون به 1 میلیارد و 600 میلیون انسان. 70 میلیونش الان نسبت رو در نظر بگیرید. 80 به 1 میلیون و 600 چقدر میشن؟ حسابش بزنید خیلی کم میشه. حالا در طول تاریخ نیمی از تمام علمای اسلام ایرانی هستند، هم از شیعه و سنی، از کسانی که لغت عرب رو نوشتن، ادبیات عرب رو نوشتن، تفسیر نوشتن، حدیث نوشتن از شیعه و سنی، بعد فلسفه، عرفان، فقه، همشون از فلاسفه 90%شون ایرانی هستن. من رشته خودم فلسفه است. 90% فلاسفه اسلام همه ایرانی هستن. خب این نشون دهنده اینه که بالاخره ما وقتی وارد شدیم و مذهبی رو انتخاب کردیم توانستیم از بقیه بوی سبقت رو برونیم. سابقه هم داشتیم، بالاخره سابقه تمدنی و فرهنگی ایرانیان قابل انکار نیست. وارد فضای اسلام که شدن یا فضای تشیع که شدن، اینها فی‌الواقع شکفته شدن و تونستن پیش ببرن. حالا دیگه امیدوارم بیشتر به خودمون ننازیم. ضمناً الان به جایی که خودمون با بقیه مسلمان ها مقایسه بکنیم با بقیه ادیان مقایسه بکنیم، ما انصافاً خیلی عقبیم. آخر آماری که دیشب من خوندم، اینم برای شما بگم، آمار خوبش رو گفتم بعدش هم بگم. یک دانشگاهی آمده در آمریکا شادمان‌ترین کشورها رو رده‌بندی کرده به لحاظ شادی. ایران رده 202 از 220 کشور دارد و این باعث شرمندگی است. یعنی این که بالاخره ما از شادی حلال هم بخوام پیش ببریم، سوئد و سوئیس و امثال هم در درجه اولند و ما اون رده های آخرین فکر بکنم فقط بورکینافاسو بود امثال هم باشه که از ما خلاصه پایین کرد. یکی قانع کننده بود فکر کنم. همه قانع کننده بود. سوال بله بفرمایید. اینو به نوعی جواب دادید، ولی یه سوال اسپسیفیک‌تر. تو کتاب آقای مدرسی ادعایی دارن که حدیثی که مثلا 12 امام رو به اسم منشن میکنه، مثلا این حدیث تو کتب 200 سال اولش، تو کتب قبل از غیبت نیست بیسیکلی، مثلا این حدیث تو قبل هست. شما نظرتون در مورد این به طور خاص چیه؟ این کلیم یه احادیثی داریم که یه پیامبر نشسته بودن، بعد در باز شد، ابوبکر اومد کنارش اینجا نشست، بعد نفر دوم عمر اومد بعدش، بعد در باز شد عثمان اومد این طرف نشست، بعد باز شد علی بن ابی طالب هم. بعد خب یه احادیث رو نگاه بکنیم، ما احساس می‌کنیم اینا همه بعد از وقوع می‌خواستن فضیلت درست بکنن، اینها حاصل شد. واقعش اگر همه ائمه شناخته شده بودن در زمان
امام هشتم به نهم که برسه چندین دهات از نهم به دهم این چند امام آخر فتنه هایی که در تشیع اتفاق میفته و مردم نمیدونن، اصحاب نزدیک ائمه نمیدانستن امام بعدی کیه. اگه این احادیث وجودی میداشت دیگه این اختلافات پیش نمیومد. اینا واقعی است. فتحیه چرا پیش آمده؟ اینا دقیقاً عبدالله افتح و مانند اینها مال همون دوره هست. روایاتی که ذکر میکنن از پیامبر یک ائمه رو تا آخر ذکر کردن، اینا جای بحث دارن. همچنانی که روایاتی که میگه پیامبر یکی که خلفا هم ذکر کردن. به هر حال روایات رو باید نقادانه بررسی کرد. در نظر داشته باشیم که همه کتب روایی از قرن دوم به بعد نوشته شدن. کتب روایی اهل سنت دوم به بعد، مال شیعه سوم به بعد نوشته شدن و اینها با ذهنیت زمانی خودشون بالاخره نزدیک شدن. البته اینم از نظر نمیشه دور داشت، برخی روایات در اهل سنت هم هستن که ائمه شیعه رو میشمارن. این مقابل اونهاست. لذا باید منصفانه توی مسئله پیش رفت، ولی به سادگی نیست که بگیم اون چه که ایشون نوشتن درست. سوال دیگری؟ بفرمایید. آقای دکتر من یه سوال داشتم. خواستم بدونم چرا پیغمبر 60 تا غزوه داشت و چرا حضرت علی شمشیرش به رقیب و رفتار مسلمین در آن زمان با کسانی که می‌جنگیدن چطور؟ با دشمنانشون. با دشمنانشون چی بود؟ چرا می‌جنگیدن؟ 60 تا غزوه داشت. پیغمبر هر 3 ماه یه جنگ. هر سال هر 3 ماه یه جنگ داشت. اما جنگ‌های پیامبر اون 60تایی که ذکر می‌کنیم اعم از غزوه و سریه هست، نه غزوه تنها. جنگ‌هایی که خودشون حضور داشتن بهش غزوه گفته میشه، جنگ‌هایی که خودشون حضور نداشتن اما در زمانشون اتفاق افتاده میشد میشه سریه. اون 60تا که می‌فرمایید مجموع هر دو تاست. از ها کمتر. تعدادش 1/6 بوده. بعدم خب به هر حال اسلام وقتی که گسترش پیدا میکنه نیاز داره به چی؟ کسانی هم مقاومت میکردن یا حمله میکردن، پیامبر دفاع میکردن یا برای فی الواقع مردم تمایل داشتن یا به هر دلیلی به هر حال قرار بوده گسترش اسلام صورت بگیره و پیش بره. ما معتقد هستیم این رو از برخی علمای بزرگ ما هم کتابی نوشتن، خوشبختانه اخیراً کتاب به انگلیسی هم ترجمه شده. یک کتاب به نام جهاد در اسلام، نویسندش آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی است و ایشون اثبات کرده است که جهاد در اسلام مطلقاً دفاعی است. مطلقاً دفاعی است و ما جهاد تهاجمی نداریم. ادله قرآنی رو هم به شکل میکروسکوپی بحث کرد. یکی از دوستان ما این رو به انگلیسی ترجمه کرده، همین ماه قبل هم اومد. این رو حتی دیگران هم میتونن بخونن. متن فارسیش رو هم میتونید تهیه بفرمایید در مطالعه. این در مورد پیامبر. در مورد امام علی در زمان خلفای سگانه قبلی از به اصطلاح جنگ‌های جهان گستر ادامه داشت. اما در مورد علی بن ابی طالب ما جنگ خارجی نداریم. یعنی جنگ با غیر مسلمانان نداریم. یک نکته علامه طباطبایی می‌فرماند که خیلی سوال جالبی است. این نکته اینه. می‌فرماند در زمان پیامبر قرآن خبر می‌داد ما این همه منافق داشتیم. سوال من این است این منافقین کجا رفتن؟ آب شدن رفتن تو زمین؟ اینا همونا بودن که علی بن ابی طالب وارد جنگ شده. کسانی که در دل به اصطلاح چیز دیگری بودن، به زبان ادعای اسلام می‌کردن. ابو سفیان واقعا مسلمان شد؟ والله عالم. اما آل ابی سفیان چه کردن؟ به سر اسلام چه آوردن؟ خب همین اومدن مقابل علی بن ابی طالب ایستادن. یک خشک مقدسایی مثل خوارج بودن، یک قدرت طلب‌هایی هم بودن که به نام خانواده پیامبر یا عشره مبشره یا امثال اومدن مقابل پیامبر ایستادن. و اون وقت میگه چی؟ میگه مجتهدانی بودن اجتهاد کردن. چطور میشود؟ وقت جالبه وقتی میرسیم به زمان حسین بن علی
میگه که میخواست قیام نکنه علیه خلیفه مسلمین. هر که قیام کرد خونش هدر است. خب مگر ابن ابی طالب خلیفه مسلمین نبود؟ چطور میشد وقتی کسی علیه علی ابن ابی طالب قیام میکنه اون میشه اجتهاد، دو تا اجتهاد مقابل هم قرار میگیرن. وقتی حسین ابن علی است میگه باقی است باید کشته شود. منطق دوگانه رو پاسخ نمیتونن بدن. اگر سلطان جور است اثبات کنه علی ابن ابی طالب جایر بود یا صرفا شما رو بهتون حاضر نشد، صلاحیت شرکت در قدرت نداشتید، به شما اجازه نداد وارد قدرت بشید. مگه پیامبر به شما دستور نداده بود به امهات مؤمنین در خانه بنشینید، بیرون نیایید؟ حتی بحث حجاب، بحث پرده نشینی فقط مختص زنان پیامبر بود. چرا گوش نکردن؟ ما ببینید اینا الان میگم همون مسلمات تاریخی است که پیش ماست و ما به جایی که به اینا بپردازیم میریم سراغ یه سری فضائل نمیتونیم ادامه نمیتونیم بدیم. وقتی بیاریم دو تا چهار تا ببینیم بر طبق وصایای پیغمبر دو تا میشه راحت استدلال کرد، بگیم شما به همین شکل باید پیش برید. به نظر من پیامبر مطابق اسنادی که ما داریم با رحمت پیش رفت. اون جنگ‌هایی هم که انجام داده آن چیزی که ما میتوانیم ذکر کنیم قابل دفاع است با منطق آن روز، نه با منطق امروز در نظر بگیریم در ظرف خودش. حالا بقیه ما امیرالمومنین هم بجای حالا سوال شما اگر اتهامی هست هست بفرمایید. من سوال دیگه ای؟ خب آیتون بی نهایت متشکرم، سپاسگزارم. خدا به شما توفیق و سلامتی و طول عمر بده و به ما هم معرفت این که بشینیم و گفتارها رو و با عمل صالح به چنین گفتارهایی با دل و جان گوش بدیم و عمل کنیم. من یه نکته‌ام عرض بکنم اگر باز هم برای دوستان سوالی باقی مونده بود مثل خواهرمون احیانا قانع نشدن از بحث بنده با ایمیل سایت من مکاتبه بفرمایید، من تا اونجا که بتونم پاسخ میدم. برخی موارد هم میگه که حاضری بضاعت رو ناخوانده که برخی چیزها صراحتی بیش از این نمیتونه. امیدوارم این نکته رو هم توجه کنید. سایت آقای دکتر هم که تمام این مطالب و بیشتر درش هست همون kadivar.com هست. سخنگوی فردای ما انشالله خدمت باشیم سرکار خانم مسلم تقوی هستن و انشالله در خدمتتون خواهیم بود. بله زولبیا هم که آمد و بقیه جلسه باز هم تا زمانی که آقای دکتر حتی ساعت 6 صبح پیش ببرم فرودگاه، ولی هستیم فعلا فکر کنم حداقل یک ساعت دیگه اینجا هستیم. سوال چیزی باز هم بود در خدمتتون.